با درود به شما همراهان صفحه همراهان با خلاصه سومین بازی ورلد سریز 2023 در خدمتتونم. ورلد سریز بعد از 22 سال به صحرای آریزونا و ورزشگاه چسفیلد شهر فونیکس برگشته. آریزونایی ها برای آخرین بار در بازی هفتم ورلد سریز 2001 تونستن در مقابل یانکیا پیروز بشن و تنها قهرمانی خودشون در میجر لیگ رو جشن بگیرن و حالا بعد از 22 سال در بازی سوم ورلد سریز 2023 با پیچر جوانی به نام برندون فاد در ورزشگاه خانگی به مصاف تگزاس رنجرزی ها میرن. پیچری که در بهار همین امسال در مقابل تگزاس رنجرز اولین بازی خودش در میجر لیگ رو انجام داد و حالا هم اولین بتر تگزاسی ها به وسیله کوربین کارول در انتهای زمین فلای اوت میشه. نفر بعدی گارسیاست که با این سوینگ توپ رو به انتهای زمین میفرسته و او هم فلای اوت میشه و اینینگ در بالای خودش به پایان میرسه. اما این طرف میدون یه نفر به نام مکس شرزر یا مکس دیوونه روی تپ هست. شاید یکی از گرونترین پیچرهای حال حاضر میجر لیگ، بازیکنی که در مقابل باشگاه سابق خودش باید پرتاب کنه. مکس شرزر در سال 2006 به وسیله همین باشگاه آریزونا دایموند بکس استعدادیابی شده و به میجر لیگ راه پیدا کرده و حالا در ورلد سریز در مقابل این باشگاه داره پرتاب میکنه. یه باک هم به کتل مارته، ارزشمندترین بازیکن بازی‌های قهرمانی نشنال لیگ میده. اینجا هم با یه بازی دبل اینینگ رو هم تیمیاش براش کوتاه میکنن. به اینینگ دوم میریم. کارتر بتر چپ دست در مقابل پیچر راست دست سوینگ میکنه، یه توپ روی زمین به رایت فیلد. کارتر به بیس یک میره، چه سوینگ زیبایی، یه پرتاب اون طرف. گاربر توپش به پیچر میرسه، بیس 2 و 1. چقدر فاد زیرکانه و هوشمندانه به جای بیس 1 به بیس 2 توپ رو فرستاد و با یه بازی دبل 2 نفر آوت کردن. اونا هم نفر بعدی است که فلای اوت میشه به وسیله تامسون سنترفیلدر آریزونایی ها. پایین اینینگ دوم واکر با تجربه ترین بازیکن آریزونایی ها در جایگاه ضربه زدنه، پرتاب میکنه. واکر سوینگ میکنه، توپش میره که از خط عبور کنه که این اتفاق نمیفته، اما واکر روی بیس دوم سیف میشه. یه نمایش خوب از واکر کهنه‌کار آریزونایی ها. بازیکنی که در بازی اول همران آریزونایی ها رو انجام داد. سوینگ میکنه، توپش به رایت فیلد. واکر میره به سمت هوم، واکر میرسه، داور اوتش میکنه. چه صحنه ای! واکر رو چجوری میدوه مرد کهنه‌کار آریزونایی و بله به این شکل تگ میشه. دومین اوت بود. یه توپ به پشت مکس شرزر برخورد میکنه، به بیس 1 و اوت. این تموم. چه توپی! پشت مکس شرزر هم برخورد کرد. اینینگ سوم لاو سوینگ میکنه به رایت فیلد، در واقع به سمت راست سندرفیلد و لاو خودش رو به بیس دوم میرسه. ورزشگاه 49,000 نفریه چسفیلد شهر فونیکس آریزونا. سمین سوینگ میکنه به سمت چپ زمین و به راحتی اولین ران برای تگزاسی ها به دست میاد. اولین RBI هم برای مارکوس سمین. خب در ادامه یه نفر رو بیس 1 کوری سیگر سوینگ میکنه به رایت فیلد، توپش عبور میکنه و اولین هومران بازی سوم به وسیله کوری سیگر، هومرانی که با سرعت 114.5 مایل از زمین بیرون میره. حالا چه نتیجه 3-0 در خانه حریف. مکس شرزر احساس ناراحتی میکنه، همون توپی که به پشتش خورد کار دست این پیچر گرون قیمت میده. اصلا کلا مصدوم بودم. مکس شرزر از روزی که تگزاسی ها خریدن از اون معامله هایی بود که خیر نداد و حالا
گری پیچریست که جایگزین مکس شرزر میشه بعد از 2 تا آوت و فام هم فلای اوت میشه. اینینگ ششم فات جوون هنوز داره پرتاب میکنه، پرتاب 80 خودش رو برای کری سیگر انجام میده. توپ به انتهای زمین میره و سیگر اولین اوته اینینگ ششم. آدریس گارسیا واک داد بهش که لوگولا میاد و فات رو بالاخره تعویض میکنه و به بولپن خودش رجوع میکنه. جونا هیم نفر بعدی است، پاس رو برش پرتاب کرد، یه توپ به بیس 1 و اینینگ تمام. خطرناک بود، 2 تا بیس پر بود و کاسترو شانس ها بود. گری که استرس توی صورتش کاملا مشخصه، جای مکس شرزر بزرگ رو گرفته و داره پرتاب میکنه. دومین استرایک آوت خودش هم دست میکنه و باید برای کوربین کارول نفر بعدی آریزونایی ها پرتاب کنه که او رو هم استرایک آوت میکنه. برای پرتاب 98 مایلی تصاویر زیبایی هم ثبت میکنن دوربین ها. یه سوینگ از مارته، توپ به دست مارکوس سیمیان برخورد کرد و از دستکشش در رفت و روی بیس اول سیف میشه. مورنو توپش ببینیم عبور نه، گارسیا میرسه و اینینگ ششم هم به پایان میرسه. گری دارن آرومش میکنن واقعا. بعدی در ادامه بله سپورز رو به جای گری میارن. بوچی منیجر تگزاسی ها این تصمیم رو میگیره. یه توپ به انتهای زمین به وصل فم دریافت نمیشه و اونجا فم میرسه به خودش رو به بیس 2. زیبایی ثبت میشه توسط دوربین ها. گوریر واک بود یا استرایک آوت جایی که بتونستن مارا زندن و حالا اینجا هم یه استرایک آوت دیگه. واقعا اتفاق عجیبی بود. حالا اونجا گارسیا سوینگ میکنه، سوینگ گردناک آدلیس گارسیا. الان کمرهای تگزاسی ها این بازی نابود شد، کمر واسه تگزاسی ها نمونده تو این بازی. آدلیس چاپمن میاد تا در پایین اینینگ برای ریورا پرتاب کنه. چاپمن پرتاب پنجمش، ریورا به سمت راست زمین، توپ سالمه و نمیتونن جمع کنن. ریورا حداقل به بیس 2 میرسه احتمالا. بله به بیس 2 رسیده. پدراما نفر بعدیه، سوینگ میکنه، توپ به سمت چپ زمین، احتمالا دیگه ریورا برسه و اولین ران بالاخره در ورزشگاه خانگی برای آریزونایی ها دشت میشه. چاپمن سریع ترین پرتاب تاریخ میجر لیگ رو متعلق به خودش داره، رکوردش رو یه ران میده در اینینگ هشتم و حالا برای کارول باید پرتاب کنه و آوتش هم میکنه. برای پرتاب دیدنی به وسط استرایک. امید داشتن آریزونایی ها که کارول براشون کاری بکنه. یه توپ حالا مارته شورت استاپ میگیره به بیس 2 و بیس 1. اینینگ فکر کنم تموم شد. کری سیگر چقدر عالی توپا گرفته به سیمین و بعدم لاو روی بیس 1. حالا در اینینگ بعدی و بالای اینینگ نهم گارور، ببینیم توپش چی میشه. حالا دریافت تامسون اونجا دریافت میکنه سنترفیلدر آریزونایی ها. لکلرک حالا داره پرتاب میکنه در پایین اینینگ نهم. این توپ استرایک گرفته و نبوده بازبینی ویدیویی حتی در ورلد سریز اینجوری قیافه لوگو توی هم میکنه. واقعا باید یه فکری برای نبود ریویو روی داور اول بکنن و خیلی تیم‌ها متضرر شدن. حالا اینجا هم آریزونا در اولین بازی خانگیش و با این پرتاب لکلرک بازی 3-1 به پایان میرسه. تگزاس رنجرز
این بازی رو 3-1 میبره و در بازی شماری در واقع 2-1 پیش